یه چیزی بگی من یاد بگیرم ازتون الان. شما یه پندی به من بده. اگه یه کسی اشتباه کرد بعدتون عذرخواهی کرد ببخشینش. اگه دوباره اون اشتباه تکرار کرد و دوباره عذرخواهی کرد بازم ببخشینش. اگه 3 باره اشتباه شد. اگه 3 باره اشتباه کرد و بازم عذرخواهی کرد بازم ببخشینش. و اگه 4 باره اشتباه کرد و بازم، چون وقتی آدم اشتباه میکنه چه کار دیگه جز عذرخواهی میتونه بکنه. راست. و اگر ما نبخشیمش دیگه تمومه. آفرین. عجب چیزی به من یاد دادین. جدی عجب میگی؟ چیز مهمی به من یاد دادین. من میگم بخشیدن لطفیست به خود نه به دیگران. با شعار این که اگر او لایق بخشیدن نیست من مستحق رها شدن هستم، میتونیم آدم ها رو ببخشیم. نکته اینه که ما فکر میکنیم بخشیدن لطف کردن به دیگرانه. خیر، بخشیدن لطف کردن به خودمونه. آیا علی خانی وقتی کسی رو نمیبخشی تو دایره ذهنت زندانی میکنه. زندانی جا میخواد، ملاقاتی داره، غذا میخواد، از ما انرژی میبره. ما با فکر کردن و دندونامون رو هم دیگه فشار دادن اونو تغذیهش میکنیم. مردم خسته نشدید؟ نمیخواید بارا رو بذارید زمین